إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مهربان دعاگو هستم که خداوند حاجت هایی که ما و شما داریم با فضل کرمش حاصل گردانم. الله مهربان دعاگو هستیم که هر یک سختی و هر یک دشواری و هر یک ناامد کار و هر یک کاری که ما را بسیار به خودش مشغول گردانیده است، غم ما زیاد کرده است، دقت ما زیاد کرده است، خدای مهربان همگیشون برآورده بگردان. خدای مهربان جمیع گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کن و الله مهربان بیماری هامون شفای کامل نصیب کن. مسافر هامون کاراشون در کشایش و برار و صحت و سلامت به خاندانشون رسان. ملک مانه وطن مانه الله مهربان همیشه در پناه رحمت و عصمتت الله مهربان نگهبان باشی. برادران عزیز و خواهران گرامی، الحال من یک سخنی را که الله مهربان از او راضی باشد حضرت علی رضی الله عنه از بسیار سخنهای با حکمتش، از پند و نصیحتهایش که خیلی زیاد است، البته نفری که دست پرور خاندان پیامبر باشد، نفری که تا زمان وفات پیامبر در کنار حضرت باشد، از او این گونه سخنهای زیبا، این گونه پند و نصیحتهای خیلی بلند البته به البته می براید و به ما رسیده است. من یکی از همان سخنهای با حکمتی که حضرت علی گفتند به گوشتان می رسانم و الله را دعاگو هستم که خداوند توفیق هم شنیدن هم عملش بر ما و شما نصیب گردانم. عن علی رضی الله عنه قال من لم يكن عنده سنة الله و سنة رسوله و سنة اولیائه فلیس فی یده شیء. جناب علی رضی الله عنه فرمود که اگر کدام از مردم مسلمان ما این سه چیزی را که حضرت به نوبت گفت اگر در ما و شما نباشد، حضرت گفتن همین سه چیزی که نداشته باشین شما هیچی ندارین. یعنی داشتن این سه چیز خیلی مهم بوده است، خیلی ضرور بوده است که اگر اینها در ما نمی شده است گفتن شما هیچی هم ندارین. یکم گفتن سنت الله ذوالجلال، دوم سنت رسول گرامی، سیوم سنت اولیاء الله، یعنی سنت
دوستان خدا. وقتی این سخن جناب علی گفتن، البته مردم چی میدانند که سنت الله چی است، سنت رسول الله چی است و سنت اولیاء الله ها یعنی سنت دوستان خدا چی است. بعدا میگه گفتن که قیل له ما سنت الله، گفتن اکا حضرت بنابرای برای ما شرطه، برای ما روشن کن، بیان کن سنت الله یعنی چی. حضرت گفتن کتمان و سیر. برادر عزیز، این سه چیز برای ما خیلی مهم بود است. یکم سنت الله، جناب علی گفتن که نگاه داشتن سیر، یعنی با هر یک کدام ما بگیم امو سیر، اگر زبان روسی را بگیریم سیکرت میگن، یعنی یک نفر خواه از نزدیکای تو هست، خواه از رفیقان تو هست، هر کسی که باشد وقتی دلش کشید و آمد در پیش تو یک سیری را بیان کرد، یک سیری را بیان کرد، باید آن سیر پوشیده نگه داشته شود. یعنی کتمان و سیر، آن سیری که به گوش تو رسید تو او را برای کسی دیگر باید بازگو نکنی. انمی را میگن سنت الله. یعنی خدای مهربان بین که بینهایت تمام آن سیر و تمام آن چیزی که ما در آشکار و پنهان داریم از همش آگاهی دارد، لیکن پیش نه یگان ملائک مقربش، پیش نه یگان پیامبرش، پیش نه یگان بندش سیر و گویم اسرار و آن چیزی که از ما میگذرد در خلوت و در آشکارا برای کسی چیزی نمیگوید. نمیگوید که فلانی بنده من فلان کار کرد. یعنی سیر ما را الله مهربان پوشیده نگه میدارد. انامین پوشیده نگه داشتن سیر سنت الله است. هر کدام ما باید این را داشته باشیم. اگر با فیلم هایی که در تلویزیون ها می شود، اما فیلم هایی که دوره های بگیم جنگی سال 41 و 45 اگر در کینوها تماشا کنیم، یکی از نفرهایی که خواه از نیمیس ها بود، خواه از بگیم مردمی یعنی حکومت شوروی بود، وقتی که اسیر می افتیدن دیده بدین که همه عذاب و اذیت حتی تا پراندن و تا مثال آویزان کردنش هم همش به گردن می گرفت، لیکن آن سیری را که می دانست هیچ وقت آشکار نمی کرد. انامین باید هر یک کدام ما برادران عزیز باید داشته باشیم. ولی یک قصه در این باب آمده است در ذهنم. میگه بار حضرت عمر وقتی که دخترشان بیوه شدن، حضرت ابوبکر صدیق گفت که همین دختری مرا به زنی نمیگیری. حضرت عمر وقتی این سخن گفتن، ابوبکر صدیق گفت کوخه یک اندیشه کنو. بعد از آن میگه به حضرت عثمان گفت همین دختری مرا به نکاح نمیگیری، نکاح نمیکنی بگیریش به زنی. گفت که یک اندیشه کنو. بعد از آن میگه به حضرت علی گفت. حضرت علی هم گفت که خیلی که من یک فکر کنم جوابش میگم. حضرت علی برادران عزیز، حضرت عمر بسیار غضبناک شد که چرا اینها مقصد من دخترم پیشکش به اینها میکنم و اینها رد میکنن. بعدا میگه یک چند روزه گذشت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خانه حضرت عمر آمد و
دختر حضرت عمر مقصد خواستگاری کرد و او را به زنی گرفت. بعدا حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی به عمر گفتند که حضرت وقتی شما از دخترتان برای ما گپ زدین، ما یک روز از زبان پیامبر شنیده بودیم که در اطراف دختر شما از ما میپرسید. برای این ما نخواستیم که سیر پیغمبر را آشکار کنیم، الحال که پیغمبر خودش مقصد که خواستگاری کرد و به نکاح در آورد، الحال مقصد ما برای تو این سیر گفتیم. یعنی نگاه بکنید که چقدر آدما سیرها را نگاه می داشتن. یکم چیزی که برای هر کدای ما در کار است، انامین سیر نگاه داشتن. دویم چیزی که حضرت علی گفتن سنت رسول. گفتن حضرت سنت رسول خدا یعنی چی؟ گفتن المدارات بین الناس. بین با مردم مراسا کردن، با مردم معامله کردن، با مردم بسیار بسیار رفتار خوب کردن، مردم احترام کردن، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. برادران عزیز و گرامی، یعنی همین هم باید در ما باشد. مادام سنت پیامبرمان همین باشد که با مردم مراسا، معامله، حرمت، قدر گذاشتن، وقتی همین سنت پیامبر که باشد، ما باید با مردم انا همچنان باشیم. یعنی با مردم معامله کنیم، مردم مقصد هیچ وقت زیشت نگیم، مردم کم نشماریم، مردم ناپسندی نکنیم، زیرا این سنت از سنت های پیامبر من بوده است. در یک سخن حضرت علی خوانده بودم که میگفت که کن عند الناس خیر الناس، یعنی و کن عند نفس شر الناس و کن عند الناس رجلا من الناس. در بین مردم حضرت گفتن حرکت کنی که از بهترین های مردم باشی. در نزد نفست حرکت کن از بدترین ها باش، یعنی همیشه بر علیه نفس مبارزه بر. و در بین مردم سیم گفتن نفر از مردم باش، یعنی همیشه در بین مردم باش، با مردم کار کن. این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. سیم گفتن و من سنت اولیایی، یعنی سنت اولیاء الله ها چی است؟ سنت دوستان خدا چی است؟ گفتن که احتمال الاذی عن الناس، یعنی همیشه اذیت و عذاب و رنج و سختی را از بالای مردم برداشتن. این سنت دوستان خدا هست. یعنی هیچگاه مردم ما باید که اذیت نتیم، با مردم هیچ وقت مشکلات ایجاد نکنیم. ببینین مردم هیچ وقت در رنج مبتلا نکنیم، هیچ وقت مردم تحقیر توهین نکنیم، بلکه هر چیزی که سختی و مشکلات و وزنی که در سر مردم هست او را از مردم وقتی از بالای سر مردم دور کردیم، این میشد سنت اولیاء الله ها، سنت دوستان خدا. پس برادران عزیز، اگر این سه چیز ما داشته باشیم، پس چی بوده است؟ ما همه چیز داریم. یکم سنت الله، دویم سنت رسول الله، سوم سنت اولیاء الله ها. سنت الله را فهمیدیم، خب نگاه داشتن یا پوشیده نگاه داشتن سیر. سنت رسول الله را فهمیدیم، با مردم مراسا و مناسبت و خب احترام گذاشتن. سنت دوستای خدا را فهمیدیم که
همیشه هر چیزی که برای مردم گرانی میارد، سختی میارد، اذیت میارد، حرکت کنیم که اونها را دور کنیم، میشود سنتی دوستانی خدا. این سه چیز در کدام ما باشد، خداتون تصور کنید که یعنی شما در کدام مقامی. یا ببین وقتی در توی سه سنت جمع شود، تو الحال این آدمی که حاضر هستی دیگر به این شکل باقی نمیمانی، تو تماما آدم دیگر میشوی. خدای مهربان توفیق منتهد که از این سنت هایی که جناب حضرت علی برای ما گفتند، خداوند توفیق عمل کردنش نصیب من گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.